سلام خدمت دانش آموزان عزیز پایه 8 و 9. امروز میخوام یک سری نمونه سوال برای مبحث تشبیه با هم دیگه حل کنیم و کاملا تحلیلش کنیم، جوری که شما بتونید در انتهای این ویدیو خودتون هر مثالی که در رابطه با تشبیه بهتون دادن بتونید ارکان تشبیه رو کامل و به آسونی پیدا کنید. همونطور که میدونید تشبیه یکی از مباحث خیلی مهم کتاب فارسی دوره اول هستش و اینکه معمولا توی تمام امتحانات پایه 8 و همینطور امتحانات پایه 9 معمولا یکی دو تا سوال از تشبیه داریم. الف گفته دلش مثل آسمان ابری تیره و سنگین بود. ما میگیم یه چیزی مثل یه چیز دیگه تو مبحث تشبیه. چی مثل چی؟ دلش مثل آسمان ابری. اون رکن اول، اون در واقع چیز اول میشه مشبه. اینجا دلش میشه مشبه که اول اومده. مثل چی؟ مثل آسمان ابری. آسمان ابری که دوم اومده، رکن دومه، میشه مشبه به. پس آسمان ابری مشبه به. مثل، ماننده، هماننده، همچون، اینا همه میشه اعداد تشبیه. پس مثل رو مینویسیم اعداد تشبیه. تیره و سنگین میگیم که خب دل به آسمان ابری از چه جهت شباهت داره؟ از جهت اینکه هم دلش مثلا ناراحت بود، تیره و سنگین بود، همین که آسمان وقتی ابری میشه تیره و سنگین میشه. بنابراین تیره و سنگین با هم دیگه میشه وجه شبه. حتما دقت کنید توی اون قسمت مشبه به که آسمان ابری بود، باید آسمان ابری رو با هم دیگه علامت بزنیم به عنوان مشبه به. چرا؟ چون ما منظورمون هر آسمانی نیستش. باید ابری باشه که بخواد تیره و سنگین باشه. بنابراین آسمان ابری با هم دیگه مشبه به و تیره و سنگین بودن هم هر جفتشون با هم دلیل شباهت این دوتا هستن. پس با هم میگیریم وجه شبه. مثال ب گفته خنده هایش همچون شکوفه های بهاری دلها را تازه میکرد. چی مثل چی؟ خنده هایش مثل شکوفه های بهاری. اون اولیه که خنده هایش باشه میشه مشبه، شکوفه های بهاری میشه مشبه به، همچون، ماننده و اینها که مثال زدیم میشه اعداد تشبیه. میگیم چرا خندش مثل شکوفه بهاری بود؟ چون که دلها رو تازه میکرد. بنابراین هم دیدن شکوفه های بهاری دل رو تازه میکنه، هم مثلا خنده های اون فردی که مد نظرش بوده. پس اینجا دلها رو تازه میکرد میشه وجه شبه با هم دیگه. توی گزینه جیم گفته که آسمان مانند پارچه پولکی میدرخشید. میگیم چی مثل چی؟ آسمان مثل پارچه پولکی. آسمان که اول اومده میشه مشبه، پارچه پولکی میشه مشبه به. ماننده که گفتیم یه سری کلمات مشخصن میشه اعداد تشبیهمون. و حالا میگیم آسمان از چه جهتی گفته مثل پارچه پولکیه؟ از جهت اینکه هم آسمان میدرخشه هم پارچه پولکی میدرخشه. پس میدرخشید میشه وجه شبه. مثال بعدی گفته بینی زهرا از شدت سرما مثل تکه یخ منجمد شده بود. چی مثل چی؟ بینی زهرا مثل تکه یخ. پس اینجا بینی زهرا که اول اومده میشه مشبه، تیکه یخ که دوم اومده میشه مشبه به. مثل همون کلمات مشخصی که گفتم، مثل میشه اعداد تشبیهمون. میایم از خودمون میپرسیم، میگیم که چرا گفته بینی زهرا مثل تکه یخه؟ از جهت اینکه هم تکه یخ منجمده، هم بینی زهرا که سرد شده بود منجمده. بنابراین اینجا منجمد شده بود و با هم دیگه میتونید بگیرید مثلا به عنوان وجه شبه. توی مثال بعدی گفته کودکان مانند فرشتگان در اطراف حضرت محمد میچرخیدن. چی مثل چی؟ کودکان مثل فرشتگان. پس کودکان اینجا میشه مشبه که رکن اوله، فرشتگان که رکن دوم میشه مشبه به. ماننده که کلمه مشخصیه میشه اعداد تشبیه. حالا میگیم که چرا کودکان رو گفته مثل فرشتگانند؟ از جهت این که حالا هم کودکان دور حضرت محمد میچرخیدند، همین که فرشته ها دور حضرت محمد میچرخیدند. پس این که در اطراف حضرت محمد میچرخیدند با همدیگر میتونید بگیرید وجه شبه. یعنی دلیل شباهت مشبه به مشبه به. خود کلمه وجه به معنی دلیل هستش. حالا وقتی شبه میاره، شبه هم که همون شباهت، یعنی دلیل شباهت. مثال بعدی گفته آغوش مهربان دوست همانند بالهای پروانه به روی من گشوده شده بود. میپرسیم چی مثل چی؟ آغوش مهربان دوست مثل بالهای پروانه. پس آغوش مهربان دوست با هم دیگه میشه مشبه، بالهای پروانه با هم دیگه میشه مشبه به. هماننده که کلمه مشخصیه میشه اعداد تشبیه.
بعد میگیم که خب دلیل شباهت آغوش مهربان دوست به بال پروانه چیه؟ اینه که هم آغوش مهربان دوست بازه گشوده شده است، هم بالهای پروانه بازه و گشوده شده. پس اینجا به روی من گشوده شده بود میشه وجه شبهمون. توی مثال بعدی گفته که چشمانش مانند 2 ستاره در شب میدرخشید. اومده چشمانش رو تشبیه کرده به 2 ستاره در شب. خب پس اینجا چشمانش که رکن اوله میشه مشبه، 2 ستاره در شب میشه مشبهون به، ماننده که کلمه مشخصه میشه اعداد تشبیه. میگیم چشمانش چرا مثل ستاره است توی شب؟ چون هم چشاش میدرخشه هم ستاره میدرخشه در شب. بنابراین میدرخشیدند میشه وجه شبه. یا میگه صورتش مانند ماه روشن و درخشان بود. چی مثل چی؟ صورتش مثل ماه. صورتش میشه مشبه، ماه میشه مشبهون به، ماننده دیگه بلدید میشه اعداد تشبیه. دلیل این شباهت این دوتا روشن و درخشان بودن که میشه وجه شبه. مثال بعدی گفته دلش مانند آینه زلال بود که هرگز گرد کینه بر آن نمی نشست. دلش میشه مشبه، آینه میشه مشبهون به، ماننده میشه اعداد تشبیه. زلال بودن یا اینکه حالا گرد کینه بر آن نمی نشست و این حال میتونیم با هم بگیریم وجه شبه. یعنی هم دلش آلوده به کینه نمی شده، هم آینه در واقع به آلودگی آغشته نمیشه. مثال بعدی گفته که ابرها در آسمان مانند پنبه‌های سفید پراکنده بودند. ابر مثل پنبه‌های سفید. ابر میشه مشبه، پنبه‌های سفید میشه مشبهون به، ماننده میشه اعداد تشبیه، پراکنده بودند میشه وجه شبه. زندگی مانند رودخانه‌ای است که گاه آرام و گاه خروشان به سوی دریا حرکت می‌کند. زندگی مثل رودخونه. زندگی میشه مشبه، رودخونه میشه مشبهون به، ماننده میشه اعداد تشبیه. حالا اینکه گاه آرام و گاه خروشان هستش میشه وجه شبه. مثال بعدی گفته غم‌هایش اژدهایی بودند که هر لحظه از درون او زبانه میکشیدند. غم رو اومده تشبیه کرده به یه اژدها. اعداد تشبیه رو نداریم، یعنی مثل و ماننده رو نیورده. اشکالی نداره، ممکنه بیاره ممکنه نیاره. ما خودمون میتونیم مثل رو بذاریم، بگیم غم‌هایش مثل اژدهایی بودند. پس اینجا غم‌هایش که اول اومده میشه مشبه، اژدهایی میشه مشبهون به. اینکه هر لحظه درون او زبانه میکشیدن یا زبانه کشیدن به طور کلی میشه وجه شبه. صدایش چون نسیمی خنک دلهای خسته را نوازش میکرد. صدایش میشه مشبه، نسیمی خنک میشه مشبهون به، چون میشه اعداد تشبیه. اینکه دلهای خسته را نوازش میکرد میشه وجه شبه. آرامشش مانند خواب گربه در آفتاب ظهر بود. آرامشش میشه مشبه، خواب گربه میشه مشبهون به، ماننده میشه اعداد تشبیه که حالا میتونیم از جهت آروم بودن یا حالا یه وقتایی که وجه شبهمون مشخص نیست تو خود جمله، خاطر همین ما میتونیم خودمون برداشتمون رو بگیم. یعنی بگیم خب آرامشش مثل خواب گربه، هر جفتشون آرومن، هر جفتشون مثلا بی حرکتن، ساکنن. اینها رو میتونیم وجه شبه بگیریم، چیزی که خودمون برداشت میکنیم. مثال آخر گفته موجهای دریا مثل دامن مادری مهربان ساحل را در آغوش میگرفتند. موجهای دریا میشه مشبه، دامن مادری مهربان میشه مشبهون به، مثل میشه اعداد تشبیه. این در آغوش گرفتن رو میتونیم وجه شبه بگیریم.